بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. امروز الله تعالی با فضل و رحمتش باران آورد و این باران علامتش همینه که باران رحمت هست. الله تعالی رحمتش را نازل کرد و بهرحال در مصلی امروز نماز مشکل شد، به خاطر آنکه مصلی غیر مسقف سقف نداره که از باران جلوگیری کند و ما بدون اینکه آمادگی باشه اینجا و پیشبینی بکنند عزیزان، بهرحال آمدیم. حتما اینجا نواقص موجود هست و هم در بخش شاید نظافت مسجد، این قسمتی که کار هست و قسمت مسجد قدیم مشکل نداره، قسمت فاز اول، و هم در قسم جانماز هم نتوانستیم چیزی بیاریم اینجا فرش کنید. این تصمیم دوستان دیدن که اونجا نمیشه نماز خواندن، گرفتن، و لحاظا اول از هر چیز عذرخواهی میکنم از همه نمازگزاران ارزشمند و عزیز که آمادگی اینجا نیست. شاید از لحاظ صدا هم مشکلات باشه، از لحاظ فرش هم مشکلات زیاد باشن، ولی ما در حالت اضطراریم چون که باران رحمت آمده و اونجا مشکل هست بود نماز. الله تعالی همه ما را عفو کنه و عزیزان با بزرگی خودشون صرف نظر کنند و گذشت کنند. اگر صدا خوب نبود، اگر جایی که می نشینند مرتب نیست، ما غافلگیر شده ایم. درودی خط فرمایید. و یک حکمت دیگری شاید الله تعالی که شما را آورده کارها به حکمت نیست که شما مسجد ببینید که مسجد کارش طولانی شده، آخری کار هست و کارهای زیادی نیست ولی هزینه بر هست، و انشاءالله هم دعای میکنید اینجا و هم در فکر دعا برای مسجد باشید که مسجد انشاءالله کارش تکمیل بشه و مفروش هم بشه، که وقتی
شرایطی پیش میاد در وقتی که میخوایم اینجا نماز بخونیم مشکل داشته نباشیم. آیه حضورتون تلاوت شد و الله تعالی در این آیه یکی از محورهای عظیم دین و محورهای بزرگ نجات در دنیا و آخرت الله تعالی بیان کرده است و این محور تقوا هست. الله تقوا را مطرح کرده و همین فرموده است که الله تعالی اگر شما از الله تعالی بترسید این چه جایگاهی برای شما داره. اگر پرهیزگاری را اختیار کنید پرهیزگاری برای شما چه تأثیری داره در دنیا و چه تأثیری در آخرت داره. اگر ما مجموع آیت هایی که در رابطه با تقوان مقدار رویشون فکر کنیم و تلاوت کنیم میبینیم که تقوا هم در دنیا و هم در آخرت بسیار تاثیر گذاره، در نجات های دنیا و هم در نجات در آخرت بسیار مؤثر و بسیار مهم و بزرگ است. و تقوا به معنای آن است که ما پرهیزگاری را اختیار بکنیم و هم حقوق الناس را مراعات کنیم، حق هیچ انسان گردن ما نماند، حقوق مردم و همه اصناف مردم، زن و بچه گرفته تا همراه و همسایه و شریک، تا خویشاوندان، تا والدین، تا تمام مردم دنیا، فقرا، مساکین، یتیمها و خانواده زندانی و خانواده‌اش که در مشکل به سر میبرند، ما در فکر همه باشیم و هر اندازه که توانایی ما هست ما سعیمون بکنیم، نهایت سعی بکنیم که به حقوق مردم، حقوق ناس رعایت کنیم و حق هیچ کسی بر گردن ما نماند. و این یک بخش تقواست و این دستور الله تعالی هست. حقوق الناس الله چقدر تاکید کرده است و از حقوق خود الله تعالی حقوق مردم را بیشتر قرآن تاکید می کند. بعد از توحید و وحدانیت الله تعالی بزرگترین چیزی که تاکید قرآن است حقوق مردم هست. بسیاری امروز مسجد می آیند، نماز می خوانند، حج هم می روند، رمضان شریف روزه می گیرند، پایبند احکام هستند، سعی می کنند پایبند باشند، اما در رابطه با حقوق مردم کوتاهی دارند. حق زن و بچه را رعایت نمی کنند، حق همسایه ها را مراعات نمی کنند، حق شریک، حقوق مردم را نادیده می گیرند. غیبت مردم را وقت ما بکنیم، تهمت بزنیم الله یعوذ بالله به کسی، بد و بیراه بگیم، حق مردم بر گردن ما لازم میشه. هم حق مردم است و هم حق خدا است، چرا که الله تعالی از چیزی که من کرده باید ما اطاعت کنیم، هر چیز را دستور داده باید انجام بدیم. و روی این است که وقتی که حق مردم ضایع می شود نافرمانی خدا انجام می گیره. وقتی کسی غیبت بکند هم حق مردم هم حق الله تعالی، چرا که الله فرموده غیبت نکنید، تهمت نزنید، نسبت به کسی مردم بدبین نباشید و سعی کنید که نسبت به خودتون بدبین باشید، خودمون رو ما متهم بکنیم به کوتاهی، به سستی، به ضعف‌ها و نسبت به مردم گمان نیک داشته باشید. و کار
دیگران به الله تعالی بسپاریم و ما نسبت به خود بیدار باشیم و مواظب حال خودمون باشیم. و همینطور عزیزان من تقوا، بخش دیگر تقوا در رابطه با حقوق الله است، آنچه که حق پروردگار بر بندگان، اولی حق الله تعالی که مهمترین حق پروردگار است آن است که با الله تعالی شریک نگیریم و با خدا شرک نکنیم و تنها ذات یگانه الله را ما پرستش بکنیم، تنها خدا را عبادت بکنیم. و وقتی که کسی با الله شریک میگیره و کسان دیگر را معبود قرار میدهد و عبادت میکند، حق الله تعالی فوت میشه، حق خدا ضایع میشه و بزرگترین ظلم انجام میگیره، بزرگترین بی انصافیانه که نسبت به خدای واحد و لا شریک کسی شریک بگیره و نسبت به الله کسی کوتاهی کند. و نماز هست، زکات اموال، روزه، همه این احکامی که دستورات الله تعالی هستند، امر الله که انجام بدیم، تمام آنچه که محرماتن و الله تعالی من کرده، وقتی از اینا ما پرهیز بکنیم و در کل از خدا اطاعت کنیم، از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم پیامبر اعظم الله تعالی اطاعت کنیم، وقتی راه ما راه قرآن باشد، راه ما راه سنت باشه و سیره آن حضرت باشد، این حقوق الله تعالی را رعایت کرده. حق الله است که الله فرموده که شما پیامبر من اطاعت کنید، حقوق الله رعایت بشه، حق مردم رعایت بشه، پار ما و پایمون را بسیار با مراعات و خیالداری بگذاریم بر روی زمین که به حق هیچ کسی تجاوز نکنیم. زندگی ما زندگی سالم باشه، به دیگران ضرر نزنیم، به دیگران ضرر وارد نکنیم. این رعایت تقوای عزیزان من. و این انسان با همین مسائل میشه جز پرهیزگاران و جز متقین و این صفت انبیاء علیهم السلام داشتن و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که امام المتقین فی شوای پرهیزگارانند و متقین همه جماعت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و که آن حضرت امام اونها هست. متقین حضرت ابراهیم علیه السلام و متقین و پرهیزگاران با حضرت ابراهیم نزدیکن، با همه انبیاء و صالحین نزدیکن و متقین در مسیر خدا راه الله تعالی قرار دارند و الله تعالی از پرهیزگاران راضی است. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. الله می فرماید که شما پرهیزگاری را اختیار کنید، من برای شما فرقان قرار میدم، یعنی شما را فرق حق و باطل و فرق خوب و خراب و فرق صحیح و درست و ناصواب من به شما عنایت میکنم، تشخیص میدم برای شما تا شما با این تشخیص به شما داده میشه که شما خوب از خراب تشخیص بدید و خوب از بد تشخیص بدید. و لحاظا این امتیاز الله عنایت میکند، این خصوصیت را میدهد که انسان خوب و بد تشخیص میده، خوب و خراب تشخیص میدهد و این نتیجه تقوا است. و اگر تقوا نباشه، انسان آلوده گناه باشه، آلوده هواهای نفسانی باشد و انسان مرتکب معاصی و گناه بشه، این تشخیصش ضعیف میشه، درست تشخیص نمیده و فرقان الله تعالی در اختیاری او نمیگذارد. روی این یکی از امتیازات پرهیزگارانه که الله را اونها خوب و خراب تشخیص میدن و همین که کسی را میگن از خدا بترسو و
زبان عربی اتقوا الله حضرت مریم وقتی که حضرت اسرائیل ببخشید حضرت جبرائیل به حضرت مریم نزد حضرت مریم آمد و گفت که وقتی حضرت مریم دید حضرت فرشته را حضرت ببخشید حضرت جبرائیل امین را فرمود که اگر شما از خدا می ترسید و خدا ترس هستید از من نزدیک من نیایید. و حضرت مریم رفته بود جای تنها و فرده بسته بود و حجاب که آنجا غسل کنه و لحاظا این فرشته را وقتی که دید به شکل انسان ترسید که انسانه و لحاظا گفت که اگر شما پرهیزگارید و خدا ترسید متقی هستید نزدیک من نیایید. متقی یعنی کسی که تشخیص داره، کسی که تمیز داره، کسی که صحیح و غلط تشخیص میده که من زن هستم و لحاظا در چنان حالت هم نزد من نیایید. و او خود را معرفی کرد که فرستاده الله است، فرشته الله آمده تا به شما پیام الله تعالی را برساند که شما را الله میخواهد فرزندی بده. و گفت چگونه من دارای فرزند میشوم؟ هنوز ازدواج نکردم من و بدون ازدواج چگونه فرزند می شود؟ و او گفت که به امر الله تعالی و دستور الله تعالی بدون ازدواج خدا به شما همینطور که شما دختر هستید الله به شما فرزند میده و این فرزند ویژه‌ای است و استثنایی است که حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی از حضرت مریم بدون اینکه ازدواج بکنند متولد کردند. والله نشان دادن که بدون پدر فرزند پیدا میکنند، بدون پدر و مادر فرزند پیدا میکنند. آدم بدون پدر و مادر پیدا کرد و حضرت عیسی را بدون پدر از مادر پیدا کرد و حضرت حوا را از حضرت آدم پالوی حضرت آدم اونطور که در روایت آمده بیرون آوردند و بدون مادر و از پالوی حضرت آدم به دنیا آمده است. و لحاظا این قدرتن، اینها سنت نیست، سنت الهی آنه که همه چیز با اسباب ازدواج سبب فرزند می شود، پدر و مادر سبب تولد فرزند می شود. ولی الله نشان میده که اگر بخواهد هر چیز را اراده بکنه برای خدا ممکن هست و الله قادرم بر خلقت هر چیز. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر شما از خدا بترسید الله برای شما تشخیص به وجود می آورد. شما را الله نعمت تشخیص حق و باطل و صحیح و ناصحیح را الله تعالی به شما عنایت می کند. و در سوره مبارکه آل عمران می فرماید اگر شما از الله بترسید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خدا ترسی سبب می شود که شما در حالت اسلام و در حالت دین از دنیا بروید. وقتی انسان گناه نمی کند، وقتی حق بندگان رعایت کنه، وقتی حقوق الله را رعایت کند، این تاثیر دیگرش آنه که خاتمه با ایمان می شود و انسان از دنیا با ایمان می رود. چقدر این امتیاز بزرگی است و نعمت عظیم و بزرگی است. و جای دیگر الله می فرمایند که اگر شما بترسی، غالبا در سوره تغابن
می فرمایند که اگر شما بترسید از الله، الله برای شما از هر تنگنا و هر مصیبت و هر فشار راه خروج بیرون میکنه که شما به سلامتی بتوانید خارج بشید. اگر آسمان و زمین با هم بچسبند و که سبب تباهی مردم بشن، او کسی که از خدای تعالی ترسیده راه نجات برای او الله تعالی بیرون میکند، او را نجات عنایت میکنه. هم در دنیا و هم در آخرت الله برای پرهیزگاران راه نجات بیرون میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پرهیزگاران الله روزی میدهد از آن جایی که گمان نمیبرند و پرهیزگاران الله راه نجات برای اونها بیرون میکنه و راه نجات جلوشون میاره. و من یتق الله یجعل له من امره یسر و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ور به خدا توکل کند الله کافیه. او بندگانه که کارشون را به الله می سپارند، بر الله اعتماد می کنند. باید اسباب هم باید دید و الله تعالی را هم باید دید. این که تنها کسی اسباب ببینه و الله را نبینه هم اشتباهه، و کسی اسبابات نگاه نکنه که من متوکلم، این هم درست نیست. هم باید اسباب که الله درست کرده برابر بکنیم، ببینیم، تهیه کنیم اسبابا، و هم بعد از اینکه اسبابا برابر میشه و تهیه میشه به الله توکل کنیم و اعتماد بکنیم. هر دو تا را اگر ببینیم جامعیت همین انسان جامع کشه که هم اسباب نگاه کنه و هم رب الاسباب نگاه کنه. و لہذا تقوا ثمرات بسیار بزرگ داره. اینجا می فرماد یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. والله می کفاره میکنه، می اندازه گناهای شما را و گناهای شما انداخته می شوند و یغفر لکم و شما را مورد آمرزش قرار میده و الله شما را می آمرزه، عفو میکنه، می آمرزه، گناهان تو را می اندازه از سر شما. این نتیجه تقوا هست. و والله ذو الفضل العظیم. الله صاحب فضل، الله صاحب کرم و رحمت، و لہذا فضل الله شامل حال شما میشه. این نتیجه فضل الله است که الله چنان ثمرات را بر تقوا مرتب کرده است و ترتیب داده است. و بعد از این آیه الله تعالی واقعه آن حضرت را ذکر میکنه که مشرکین برای آن حضرت، مشرکین مکه برنامه ریزی کردن که آن حضرت را به بازداشت کنند و زندان کنند یا از شهر بیرون کنند و از مکه اخراج کنند و یا آن حضرت را به قتل برسانند. ولی این تقوا بود، این پرهیزگاری بود که در چنان تنگنایه که آن حضرت را محاصره هم کردند در شب، آن حضرت خارج شدند از رخت خوابشان و بالاخره به سلامتی بدون اینکه به آن حضرت گزنده برسد الله تعالی آن حضرت نجات داد. و لہذا همیشه تقوا میتواند ماه نجات باشه، پرهیزگاری ما میتواند ماه نجات باشه، سالم زندگی کردن ماه نجات بشه. مال هیچ کسی را حیف و محل نکنیم، آبروی هیچ کسی را نریزیم، سعی کنیم که مشغول الذمه به حق هیچ کسی نباشیم و اگر از ما اشتباه صورت بگیره باید حق مردم برگردانیم یا از مردم معافی بخواهیم. الله تعالی به من و شما توفیق عنایت کند. و امروزه شما در جریان هستید که یک شرایط بسیار سخته که شاید این شرایط در گذشته
خیلی کم بوده. همیشه ما صحنه ها را می دیدیم که مردم فلسطین و مردم غزه مظلومانه زده می شوند و بیرحمانه رفتار میشه با اونها، ولی این شرایط فعلی خیلی یک شرایط سختی است. واقعا شرایطی است که برای هیچ کسی این صحنه قابل تحمل نیست که ببینه که بمب‌های آخری بمب‌هایی که در دنیا تولید شدند و خیلی پیشرفته هستند و مخرب و خطرناکن بر مردم غزه دارن میریزند و بچه ها بیشترین تلفات هست، زنان بیشترین تلفات هست، افراد بی دفاع و بی گناه بیشترین تلفات هست. اموال مردم دارن تباه و برباد میشوند و میسوزند و داراییشون، ثروتشون و ساختمانهای غزه، مردم غزه ویران میشوند و شهر که از شهرهای آباد هم هست، مردم زحمت کشیده این شهر آباد کردن، در تباه و برباد میشه. و این صحنه ها واقعا برای هر کسی که کمترین وجدان داشته باشه و کمترین ترحم داشته باشه بسیار تکان دهنده و بسیار سختی که این صحنه ها را ببینه. دعا کنید که الله تعالی فیصله بکنه و الله تعالی فرج بیاورد و این جنگ ویرانگر و این جنگ بیرحمانه متوقف بشود. هیچ توجیه امکان پذیر نیست، هیچ توجیه را جهانیان قبول نمی کنند و هیچ انسانی قبول نمی کنه این بمباری و این حمله وحشیانه را بر سر مردم غزه داره انجام میگیره. هیچ توجیهی نمیتواند ارتش اسرائیل بکنه، دولت اسرائیل بکنن، سیاسیون نظامیون نمیتوانند توجیه بیاورند. این حملات قابل توجیه نیست و این یک قتل عامه و این یک نسل کشیه و این به ضرر خود اسرائیلی ها هست در دنیا، برای آن که همه مردم این صحنه را وقتی میبینند همه انسان ها وجدان دارن، قضاوت میکنن، همه بدبین میشن و شرایط به ضرر اسرائیل میشه. ولهذا به نفع هست که این جنگ ویرانگر و تباه کننده هر چیز زودتر متوقف بشود. و از همه مهمتران که چرا مردم امروز خدا را در نظر نمیگیرند؟ وجدان مگر نیست که این اطفال میبینن، این بچه های کوچک. و کسی گفته بود از مسئولان اسرائیل، دولت اسرائیل، که این همه مردم مجرم هستند، گناهگارند. آیا زنان هم گناهگارند؟ آیا اطفال هم گناهگارند؟ و کدوم عقل قبول میکنه که این مردم همه گناهگار باشه؟ ولهذا ما نمیگیم که همه مردم غزه، بالاخره اونها هر نوع مردم اونجا هست، ولی عموم مردمی که در این بمباران کشته میشن اینها بیگناهند، اینا زنانند، اینا کودکانند. حالا میگن قریب 7,000 نفر تلفات غزه رسیده است و در این 7,000 نفر بیشترین انسانایی که تلف میشن بچه ها هستند و اطفالند، کودکانند و بیشترین مردم قسمت بعد زنان هستند و سالخوردگان
و انواع مردم اینجا دارن تلف می شود و بالاخره این هیچ توجیه نداره. قدرت هایی که اسرائیل را حمایت می کنند، اروپایی ها، امریکایی ها، باید دست اسرائیل را بگیرند. چرا که خودشون امروز توی دنیا زیر سوالن، مردم اونها را سوال میکنن، مردم دنیا، و مردم دنیا ناراحت و نگرانن که چرا دست اسرائیل باز گذاشته شده که دست به چنان جنایت بزنه، باید متوقف بشه. بالاخره اگر کسی خشم یا تلفات دیده و یا ضایعات برایش پیش آمده، نباید به این صورت عمل بکنه. بالاخره و که مرد ترحم بر بیگناه نشه، ترحم بر اطفال نشود، ترحم بر حیوانات نشه، ترحم بر اموال نشود. و این هیچ کسی توی دنیای حق نداره که چنان کار را انجام بده. به هر حال ما امیدواریم که جامعه جهانی و تمام کشورهای اسلامی و همه جهانیان اقدام کنند و همه تلاش کنند که جلوی این جنگ ویرانگر و تباه کننده که مایه ناراضگی الله هست و غضب الله تعالی و خشم خدا را فراهم می آورد که بندگان بی دفاعش کشته می شوند، بندگان بی گناه کشته می شوند. و لہذا هم ناراضگی خدا، هم ناراضگی خلق، لہذا از این جنگ جلوگیری کنند و این جنگ باید هرچی سریعتر متوقف بشود. و آخری توصیه بنده به شما عزیزان هست و به هر حال هم به مسئولان و هم به مردم توصیه دارم که به هر حال با توجه به این که علیه شرایط جهانی پیش آمده و به هر حال هم الان توصیه هم به مردم اینه که مردم مراعات کنند و به مسجد و نماز که می آیند بالاخره نماز با آرامش برگزار کنند، با آرامش بیایند و با آرامش از محل نماز که مصلی هست به خانه هایشون برگردند. مردم بدانند که حق و حقوق اونا پیگیری شده و همین الله هم پیگیری میشه و حقوق قابل پیگیری هست و صحبت هم میشه در رابطه با حق و حقوق. اما در شرایط حاضر توصیه ما به شما آن است که و تاکید ما آنه که شما بدون دادن شعار و حتی بدون گفتن تکبیر و به حالت آرامش، به حالت سکون و ذکر الله تعالی نمازتون ادا کنید و از نماز که خارج میشید هم به همین حالت خارج میشید. جمعه گذشته منم تاکید کردم روی مسئله که آرامشتون رعایت کنید، ولی برای ما روشن شد و ثابت شد که عوامل نفوذی در مردم ما میان داخل میشن. بعضی بچه های کوچک و بچه های نادونن که دیگران اونا را با تحریک میکنن و بالاخره سنگ پرت میکنن یا شعار میدهن و بعض دیگه هم عوامل نفوذی هستند، از صفای دیگه آمدند اینجا و بالاخره اینجا کاری را انجام میدن، سنگ پرت میکنن یا شعار چیزی میدهند و روشن شده برای ما که اینها بعد کجا رفتن، دنبال شدند و شناسایی شده که یک
هم کم نیستن، زیادن که میخواهم بیای این کار انجام بدن و درگیری درست بکنن. و لحاظا من توصیه اینه که همه مردم عزیز، همه نمازگزاران به هر نمازی است و با این نماز با آرامش برگزار بشه، عبادت است. یک سال بوده که به هر حال شما پیگیر شدید و سالگرد هم در 8 مهر گذشته است و شما مظلومیتتون فریاد زدید یا مطالباتتون مطرح کردید، ولی این معنیش نیست که بالاخره همیشه این مسائل انجام بگیره. ما شرایط بدونیم و به نحوی رفتار بکنیم که مشکلات پیش نیاید. ولذا توصیه بنده به شما ہے کہ نماز کے تمام میشه بله نماز که تمام میشه با آرامش کامل، با سکوت کامل برید و مواظب عوامل نفوذی نباشید. اعلی هر کسی که در جمع ما این توصیه را قبول نکند، چون ما دیگر پیشانی هیچ کسی نوشته نشده که این چه کسی است، او را ما تلقی میکنیم که عوامل نفوذی هست. و بچه ها را هم مواظبت کنید که بچه بالاخره نادانند، بچه نمیفهمه مسائل و دست بچه ها را خودتون بگیرید و خود شما به هر حال این امنیت مراعات کنید و این تاکیدها را در نظر بگیرید. اگر کسی به هر حال دادی میکشه یا صدای بلند میکنه، به خودتون دستش را بگیرید و به انتظامات بدید. و ما طول این مدت بسیار دستگیر شدن، اینجا گرفته شدن که به هر حال شناسایی شده که این از جای دیگه آمدن و اینجا میآیند و میخواهند مشکلات درست بکنن، برای مردم ما مشکلات درست بکنن، برای دیگران مشکل درست بکنن. و این تاکید بنده را انشاءالله در نظر داشته باشید. تاکید دیگر بنده به مسئولان هست و به مأموران هست و آنه که خیشتنداری باید همه نشان بدن. شما هم خیشتنداری نشان بدید. مردمی که جمعه گذشته بسیار جمع شدن نمازگزار بودند از خیابان و اختشاش نکردن، سنگ نزدن و با کسی درگیر نشدن، توی خیابان را می رفتن و اینها گرفته شدن. و لحاظ مامورین هم مواظب باشند. شرایط حساسه و در این شرایط مشکلات به وجود نیاید. این با سعی صدر و دوراندیشی و این را ما باید همه هر طرفین، هر دو طرف مراعات کنند و رعایت کنند و بالاخره فریضه الهی و فریضه بزرگی که نماز جمعه نزد ما فرض هست، ما بتوانیم فریضه را با آرامش برگزار کنیم، صحیح برگزار بکنیم. خواسته ها و مطالبات همه نمیشه که تنها با تظاهرات و تنها با شعار، راه دیگر است. ما از راه دیگر پیگیری 100% میشه. راه صحبت میشه کم و بیش به هر حال، ولی پیگیری هم میشود، پیگیری کرد و بتوانیم در یک فضای مطمئن‌تر به هر حال مطالبات و حق و حقوق پیگیری بشوند. و لحاظا باید ما بزرگترین حقوق برای ما حقوق کل ملت ایرانه. و من همیشه گفتم، تکرار کردم که حقوق کل ملت ایران حقوق ما هستند، چرا که ما هم جز ملت ایرانیم و اگر بر ملت ایران مشکلات ملی حل بشن،
مشکلات ما هم حل شده و بعد مشکلات ها و مسائل قومی مذهبی هست و مناطق مختلفه و اینها در اولویت دوم برای ما که به اینها رسیدگی بشه و بقیه تا همینطور می رود. مشکلات های گوناگون، این مشکلات ها قابل پیگیری و انشاءالله دست الله تعالی الله بخواهد حل بکنه مشکلات ها. و من توصیه اینه که همه دور نگاه کنیم و همه دور اندیشی داشته باشیم و مشکلات به بیشتر نشه و به جای حساس نرسد. مجدد توصیه می کنم که فرمودن که جمعیت در حال آمدن هست و برالالان زمستان و ما باید نماز زودتر ادا کنیم و نمیتوانیم منتظر بمانیم و لحاظا مجدد توصیه همینه که با سکوت کامل انشاءالله بعد از نماز به جای برگردید. شما توی مسیرتون مامور میبینید و هیچ کسی به مامور تعرض نکنه، هیچ کسی سنگ پرتاب نکنه، هیچ کسی شعار نده. در حالت ذکر الله تعالی به خانه هایتون برگردید. ما امیدواریم و دعای ما آن است که آنهایی که زندانی هستند همه زندانی ها آزاد بشن و تمام مشکلات ها الله تعالی حل بکنه و گرفتاری ها را رفع کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. یک نکته اینجا من خواستم عرض بکنم، یک دو مطلب من یکی را حداقل من بگم و این به هر حال اثری داره یا نه، اما یه حاجتی که در دل من چیزی پیدا شده اونه که از اینجا پیام بدم به حماس، پیام بدم که اسیران خود را که زنان و کودکان، من نظرم اینه نظر بنده است و پیشنهاد بنده و این را تأثیر گذار میدانم که زنان و کودکان را و سالخوردگانی که سنشون بالاست بدون هیچ شرط آزاد کنه و این انشاءالله برای تأثیر گذار خواهد بود. اثری مثبت مجدد تاکید میکنم به حماس که زنان و اطفال و کودکان و کسانی که سنشون بالاست در درجه اول اینها را بدون قید و شرط آزاد کنه و انشاءالله این سبب خیر خواهد بود و قدم در جهت رضایت خیلی از مردم دنیا خواهد بود، تأثیر گذار خواهد بود. الله تعالی به همه ما توفیق عمل مثبت عنایت کنه.